بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله اسلامیک اواسیس یک بار دیگه افتخار عفر چای آب در منطقه که قسمی که شما در رقم نگاه میکنین طلاب زیاد و همچنان شاگردان زیاد اینجا درس میخواندن، ولی متاسفانه با قلت آب اینا روبرو بودن. الله را سپاسگزار هستیم بابت از اینکه بر ما منت گذاشت، افتخار کسب کردیم. اینجا چای آب حفر شده است. انشالله مورد دیگه شه جناب مولوی صاحب با ما شریک خواهد ساخت. پروردگار جهان در پرونده نامه اعمال برادر ما خدا محمد بنویسه انشالله که اسپانسر شدن. شادین جناب مولوی صاحب، خوب هستین شما؟ الحمدلله، شما خوب هستید؟ جان و جور بخیر؟ زنده باشین، بخیر باشین. میشه بگین که چقدر نیاز بود که چای اینجا باید حفر شود؟ نیاز خوب بسیار میا اشد ضرورت داشتیم که تقریبا در این مدرسه و در این ساحه که از خود شاگردای نمی مدرسه 6.5 شاگرد ما داشتیم. با قلت آب اشد ضرورت که از اینجا و دیگه جا می آوردیم، گاهی ضرورت که با تانکر را میشد می آوردیم، لیکن الحمدلله و المنه که با همکاری شما کوشش کرده که تو ما یک همکاری بسیار زیاد که اشتکای بسیار ریزا و خرد آوردن نمیتونستن از جای آب دور. الحمدلله و المنه یک ماه میشه یا 15 یا 20 روزی که میشه که چای بخش ما شما کرده، الحمدلله کفایت میکنه. بسیار اشد یک جهان تشکر. جناب مولوی صاحب، قبل از عفر چای آب شاگردان از کجا آب می آوردن؟ یعنی چند دقیقه یا چند ساعت فاصله داشت از ما؟ تقریبا ما خو یک کاریز داریم بالا میگن اینجا آلوام چون که خوشسالی شدگی سو کاریز هم کم شده، دورتر است، تقریبا 15 دقیقه 10 دقیقه راه میآید دیگه. خو اما وقتشان هم ضایع میشد، اما وقتی که سبخانیشان هم ضایع میشد، حال الحمدلله دیگه و مشکلات رفع شدگی است. قبل از چای عفر شدن چای آب از کجا آب می آوردی؟ از بالا. از بالا. یک 15-20 دقیقه وقت صرف میشد؟ بله. و حال 20 دقیقه را درس میخوانی دیگه ان شاء الله. دیگه درس میخوانی؟ سابق قبل از جای دور می آوردی؟ حال مشکل حل شده ان شاء الله، با جایی که بری او بیاری را درس میخوانی دیگه ان شاء الله. 15 ساعت که در آوردن مصرف میشه، حال درس میخوانی. صف چند مکتب هستی؟ صف 2 مکتب. ماشاءالله. بازم سپاسگزار هستیم از برادر ما خدا محمد. فراموش نکنین که اسلامیک اواسیس در افغانستان جای مختلف عفر چای آب کرده و از این بعد هم این آخریش نخواهد بود. شما احساس میکنین در هر جای مردم نیاز به چای در واقع آب آشامیدنی دارن، ما در خدمت خود بودیم. پروردگار و برادر ما خدا محمد نیز جزای خیر بده.